سالهای زیاد را بر حقوق بشر و ارزش‌های انسانی و حفظ از این موارد مبارزه می کردیم، کنفرانس مطبوعاتی داشتیم بر علیه جنایات طالبان. چون ما شاهد بودیم وقتی اینا یک به یک ولایت‌های افغانستان را به دست می‌گرفتن، جنایات را انجام می‌دادن و ما می‌دانستیم که طالب هرگز تغییر نمی‌کنه. ایدئولوژی طالب غیر انسانی می‌باشه و ما کنفرانس مطبوعاتی را گرفته بودیم و در مقابل رسانه‌ها سخن می‌گفتیم، رسانه‌های بیرون از افغانستان و درون از افغانستان. دقیق همان روزی بود که 15 آگوست بود و طالبان به کابل رسیدند. صحنه‌ای بود که خودم شاهد بودم و می‌دیدم که گروه افراد طالب به شهر کابل می‌ریزند و مردم با آن قدر وحشت زده شده بودند که فکر می‌کردم که همه وجودشان خشکیده و اون روز خوب به یاد دارم و برای من خیلی سخت است که اون روز ما تعریف بکنم. فقط همه قدر میگم که اون روز سقوط یک کشور نبود، روز سقوط ارزش‌های انسانی و حقوق بشری بود و در اون روز ما همه مواردی که بهش باور داشتیم از دست دادیم. همانطور که قبلا اشاره کردم که ورود طالبان و حاکمیت دوباره این گروه برای هیچ کدام ما قابل قبول نبود، من آن جمع از دختران که بر ارزش‌های انسانی و حقوق بشری باورمند بودیم به اعتراضات مدنی رو آوردیم. تنها راهی که ما داشتیم همین بود که اعتراضات مدنی را انجام بدیم به دلیل از این که طالبان در ابتدایی ترین روزایشان زنان را از حق آموزش منع کردند و روز به روز محدودیت‌هایشان بیشتر می‌شد و این برای ما غیر قابل تحمل بود و ما به اعتراضات را آوردیم و زنان افغانستان، ما کسایی که اعتراض کردیم بدون هیچ پشتیبانی، بدون هیچ حمایتی سنگبنای مبارزه علیه طالب را گذاشتیم و اعتراضات را که ما پیش می بردیم و خوبی به یاد دارم که در اعتراضات ما طالبان از خشونت‌های بیشمار استفاده می کردن. در یک از اعتراضات افراد طالبان به همدیگه خود دستور می دادن که شلیک و این کثافت‌ها را از بین ببر. در یک از اعتراضات دیگر ما اسپری مرچ بر روی ما پاش دادن و حتی شلیک می‌کردند که بتونن ما را پراکنده بسازن و تا برای ازی که ما نتونیم صدای ما را بلند کنیم و کسی صدای ما را بشنوه، اونا آلارم موترایشان را بلند می‌گذاشتن که صدای ما را کسی نشنوه و تا به هنوز وقتی که یک موتر از کنار می‌گذره و آلارم می‌داشته باشه، یک ترس و وحشت وجود ما فرا می‌گیره. خب اعتراضات ما بدون درد و رنج نبود و ما یک قیمت گزاف را به خاطر حق و حقوق ما پرداختیم. متاسفانه در 19 جنوری سال 2022 روز چهارشنبه میان عصر و شام توسط طالبان دستگیر شدم. آنم در حالتی که در موتر همراه خانواده‌ام بودم. مادرم بود، خواهرم بود، شوهر خواهرم بود و 2 دانه طفلایش که یکی 6 ساله و دیگری 10 ساله بود و مادر من مریض بود. ما می‌خواستیم از شفاخانه به طرف خانه بیاییم. 1 دقیقه از حرکت موتر ما نگذشته بود که طالبان موتر ما را استاده کردند. در اولین قدمی که اینا موتر ما را استاده کردند، شوهر خواهر ما با لت و کوب از موتر پایین کردند. چشمایش بر رویش با تکی سیاه پوشاندن و دستایشم بسته کردن و از موتر ما دور ساختن. وقتی که طفل خواهرم میخواست به دنبال پدرش بره، پسر 10 ساله خواهرم، طالب یک از عساکر طالب با سلی بر رویش زد و طفل 10 ساله را در میان خود گروگان گرفتن و در موتر چنان وحشت را اینا به وجود آوردن و در این حالت میخواستن که ما را دورتر از سایه عمومی انتقال بدن. البته در او ساحه هیچ فرد نبود و اصلا نمی‌کردم زنده جان در او ساحه باشه. بعدش با نشان دادن اسلحه و گروگان گرفتن خواهرزاده‌ام که یک طفل 10 ساله بود و به سرش تفنگچه را گذاشتن، طفل 6 ساله خواهرم در یک شوک عمیق فرو رفته و تا به امروز وقتی میگیم که میخوایی افغانستان بری، میگه هیچ که نمیخوایم برم. به دلیل از اینکه میگم من یعنی شاک دیده و حتی از گپ زدن و درست مانده. یک طفل 6 ساله‌ای که او حالت را
تجربه داشت. خب ماجرا وقت شروع شد که اینا مرا برای یک قسمتی که خلوت بود و همه اطرافش با سکر طالبا احاطه شده بود و بیش از 10 عسکر طالب حضور داشت که آنم با تا دندان مسلح و فکر میکردی که گویا یک انسانی که خیلی بزرگ جنایتکار باشه را اینا دارن دستگیر میکنن. انتقال دادن و مرا از موتر پایین کردن، او هم از پالوی مادرم، و اسلحه را به طرف خانواده‌ام گرفتن که اونا هیچ داد فریاد کردن نتانن. و بعدش طالبا مرا با خود بردن. وقتی من از موتر پایین شدم اطرافم دیدم، اصلا توان راه رفتن نداشتم، چون همه مسلح بودن و هیچ زنی هم همراهشان نبود و همه مردایی بودن که من به طرفشان به این شکل باید میدیدم، از بس که اونا بزرگ بودن. و اینا مرا انتقال دادن در موتر و در وسط 2 طالب مرا نشاندن. خب اولا تلاش میکردم که ترس و وحشت بر چهره خود نیارم و اما قسمی که در جاده‌های کابل با جرأت ظاهر میشدم، در او صحنه هم جرأت داشته باشم. من انتقاد کردم، گفتم که خب شما تحت عنوان دین، مذهب، هر موضوعی که خودتان ساختین زنان سرکوب میکنین، پس چطور بدون زن و بدون از اینکه من محرم شما باشم مرا در وسط موتر در پالی مردویتان میشینین؟ این که کار درست نیست و بدنم به بدن شما تچ میکنن. خب اینا تصمیم گرفتن که مرا به پیشروی موتر انتقال بدن و فردی که در پیشرو بود را پشت سر بیارن. و در می حالتی که انتقال دادن شکنجه شروع شد. شکنجه از مو زمان شروع کردن، با سلی بر رویم کوبیدن، با قنداق و تفنگچه و با شاک برقی اینا مرا شکنجه کردن، الهی که به قسمت نزدیکای باغ زنانه کابل رسیدیم. در اون قسمت یکی از افراد طالب آمد، گفت که چشمای کثافت بسته کو. چشمای ما بسته کردن و یک پتورم به سرم انداختن، گفتن سرت پایین بگیر و میل اسلحه رام بر سرم گذاشتن که اگر خودش شور بیتی سرت فایر میکنیم. و بعدش من نفهمیدم اینا مرا کجا انتقال دادن. وقتی که من چشمای مرا باز کردن، یک نور خیلی خفیف در دهلیز وجود داشت که فقط میتونستم نزدیک پای ما ببینم. وقتی من چشمای ما باز کردن و دیدم، پس دوباره دیده تانستم خود در بین افراد طالبا پیدا کردم. افرادی که با صورتهای خشن، با صورتهای پر از نفرت و کلماتی که میگفتند کثافت از بین ببرین، حق از زندگی نیست، حق از مرگ است. خب شکنجه استا نه که شدتر در زندان شروع شد و من صدای فریاد شوهر خواهرم میشنیدم که به دلیل اعتراضات من او را زندانی کرده بودن و فریاد میزد. و تا به امروز من حس ملامتی در مقابل خواهرم و طفلایش و شوهرش دارم، چرا اونا افراد بیگناهی بودند که به دلیل اعتراضات من مورد شکنجه روحی و فیزیکی قرار گرفتن و اکنون طفلای خواهرم، شوهرش و خودش با علم از تروما دست پنجه نرم میکنن. خب طالبا 3 موضوع را داشتن که مرا میخواستن مجازات بکنن. اول اینکه گویا من به خواسته کدام کشوری و یا نهادهای تحت حمایت سازمان ملل میایم اعتراض میکنم. دومی که به زن طالبا من مسلمان نیستم. و سوم کسی هستم که افکار بیرونی را در افغانستان ترویج میکنم و قول خود طالبا و اونا تحت یک مکتوب رسمی به دلیل از اینکه سرکوب کنن اعتراضات ما را و ترس ایجاد کنن در درون زنان معترض، حکم سنگسار بر ما داده بودن و همچنان برای شوهر خواهرم که توسط سنگ ما را از بین ببرن. در اون زمان من فقط آرزوی می بود که بمرم و با دردی که در اثر شکنجه طالبا به وجودم آمده بود و متاسفانه در اون زمان پریودم بودم، اصلا نمیتونستم که من تصور کنم که امید داشته باشم برای از اینکه بخوایم زنده باشم، چون دیگه نمیخواستم زنده باشم. میگفتم بمرم بهتر از است که من برم در یک جایی که مرا طالب سنگسار کنم، ولی من موفق نشدم. من چندین بار قصد خودکشی در زندان کردم ولی موفق نشدم. بالاخره
شبها روزا بری فکر میکردم که اگر من سنگسار شوم او چی قسم خواهد بود؟ و نام خود مدام در کنار نام فرخنده و رخشانه تصور میکردم و روزا میکردم میگفتم که خدایا مرگ خو برم ندادی، لااقل یک کلاه ایمنی که میداشتم، یک جمپر زخیم میداشتم تا من درد که سنگ برم من پرتاب میکنه را نفهمم. و او حالت بود که در کنار رنج و درد که خودم متحمل می شدم، افراد دیگه بود که من صدای زجای اونا را می شنیدم. و در زندان کلان شکنجه بود، با هر وسیله‌ای که می تونستن، پایپ، کیبل، بوکس و لگت اونا شکنجه می کردن. و هیچ تماسی من با خانوادیم نداشتم. بر من وقت اجازه تماس دادن پس از چندین هفته ای که من با خانوادیم تماس بگیرم، آنم به خاطر ضمانت که من ضمانت بیارم و من از زندان آزاد شوم. همراه خانوادیم صحبت کردم، گفتم که قرار است اینا مرا آزاد بسازن، ولی من نیاز برای ضمانت دارم، کسی که ضمانت شوم. هدفش از ضمانتی بود که من نه از افغانستان بیرون شوم و نه دیگر در مورد جنایت طالبان در رسانه‌ها صحبت کنم و در اعتراضات اشتراک نکنم و کلا در خانه باشم. بعدش مسئله ضمانتم حل شد و قرار شد آزاد شوم، ولی در همون حالتم باز ملت و کوب شدم. بی هیچ دلیل یکی از افراد طالبان برای دیگهش فرمان داد، گفت فقط 2 دانه به سرش بزن. من فکر کردم ممکن با گلوله به سرم میزنن، حالا که اعتراف مرا گرفتن و ممکن ما آزاد نشم، اینا میخوان مرا از بین ببرن و همه موضوع را غیب بسازن. و به اثر لطوکوب طالبان مخصوصا در قسمت سرم که کوبیدن، تا کنون من یک درد عمیق را در قسمت سرم دارم و یک سردردی شدید بر من پیش آمده. در این مدت 4 سال هرچی تداوی هم کردم نتیجه نداده، بدون از اینکه دردای روحی بیشتر را دارم. خب وقت آزادی هم که اونا از من ویدیوی اعترافی ثبت کردن، آرانچی که خودشان نوشته کرده بودن باید اسم او را میگفتم. بر من گفتن یا میگی یا با یک گلوله از بین میبریمت و کیبل هم پیش روی مانده بودن یا هم که لطوکوب میشی. این 3 گزینه برات هستن و من مجبور شدم هر آنچه که خود طالبان میگفت بر روی ورق بود و من او را به زبان خود بیان کنم و هر آنچه که در روی ورق نوشته بودن را به خط خود بنویسم و در پایان از او ورق شخص بگذارم که من هر آنچه که گفتیم امی موضوعات بوده که ما به خاطر اعتراضات بیرون شدیم، گویا ما حمایت شدیم و موارد دیگر. و طی ضمانت از زندان طالبان آزاد شدم. از زندان طالبان آزاد شدم ولی به یک زندان دیگه افتادم، زندانی که در خانه بودم. با وجود که من از زندان آزاد شدم، طالبان دوباره قصد کشتن مرا داشتن. قضات محترم، یک بخش جنایت طالبان بود که با پوست و سخانم تجربه کردیم و تا کنون حالت روحی و فیزیکی ما به حالت وخیمش وجود داره. ولی طی عملات انتحاری طالبان در 20 سال گذشته برادر جوان بینایی چشمای خود از دست داد و کنون خانوادیم با درد از حملات طالبان و جنایت طالبان زندگی میکنن. شاید من نمونه کوچک از افراد باشم که امثال من دردای زیاد را از آدرس طالبان متحمل شدن. ولی قضات محترم، فقط همین را میخوایم بگویم که این چنین سرنوشت حق من و بقیه زنان افغانستان نبود. تشکر.